رئیس اومدم. شاغو رو بشون. صدای چی رو میزنی؟ بهم گفتی میخوای چاپ نمیدن چی اطلاعاتو میدی یا نه؟ داداش وایسا. رئیس چه اتفاقی داره میافته؟ وایسا ببین. برو همونجا وایسا خال کسه مگر نه؟ بیاجی گفتم سرش. پلیس هم دارن 2 دقیقه قرار برسن. پلیس هر 2 دقیقه دیگه اینجا برسه. زود باش واسه انجام کنید. همین الان. دیگه هر چی قاتل بازی در آوردید، هر کاری کردید قرار تمام بشه دیگه. حالا اینکه آدم کشی رو ول کنیم. رفتم پیجیتون رو چک کردم. 20 ترابایت فیمبوید هم بنتای آنجا چک کردم. باید یه کامپیوتر چیکار می‌کردی؟ گوه نخون گوشه رو بیا ببین. جیبه بریم. گوشه بیا ببین. چش قربان. بریم یه بیس جدید پیدا کنیم. شرک دیگه. بریم. بیا دیگه گوشه بیا. خونه خوب پیدا کردیم. اومدم قربان. ببین یکی اینجا زندگی میکنه فقط. برو تو کارش تمام کن. چش قربان. سلام. رئیس آقا چی میگی سامی؟ نه ببین حالا تو کارتو بکن. میخواستم فقط یه درباره چیز با حرف بزنم. درباره چی؟ ببین از موقعی که اومدیم اینجا یکم بیکار بودیم. باید فکری بکنیم که یه کار جدیدی انجام بدیم. ایده بزنم رسیده. ایده ها ببینش اینجا ببینم ایده چیه. ببین دارم فکر میکنم ما تو حرف زدن و فروختن خیلی خوب بودیم. الان من گفتی زرزرو؟ نه ببین میریم یه توی کاری که به همین بستگی داشته باشه. همین حرف زدنش مهم باشه. تو که حرف میزنی تو هر کاری حرف زدن مهمه. منظور چیه؟ آقا بذار برسم به نتیجه. چیزی که میخوام بگم ما باید یه سویساید هاتلاین بزنیم. نه من واقعا نمیدونی؟ از آریان بعد 20 ساعت تو ببینم اینطوریه که آدمایی که میخوان خودکشی کنن ما زنگ میزنن و ما باید اونا رو راضی کنیم که چی خودکشی نکنن. تو فاک داش ما که 2 نفر نمیتونیم کار کنیم مردم خودکشی نکنن. نه ببین رئیس مش فکر کردم دیگه بابا. فقط من تو نیستیم که. من 2 نفر دیگه دارم که اونم قراره بیان با اون کار کنن. 2 نفر؟ همیشه با هم کار میکردیم. من شخص نمیستم تو آشنا داری. کی این 2 نفر؟ اون دیوس اسپانی. یک لوری قرار بگم. ببین من بودم رمضانی بود یه کرمیانم بود خیلی بد به اون خیانت کرد. این آریا دیگه آمدم. What the fuck? My life, my rules, my style, my attitude. Without me on her آریا؟ آریا کیه دیگه؟ سلام بچه‌ها چطورید؟ آریا کلعکی سامی یارو کو بیاد. داداش اونجا داره چه توقی میفته؟ بگو بیاد دیگه اصلا دارم. اوکی دارش بزرش کم بیاد. بیا خودت اومد. سلام.
سلام، به خدمات خودکشی مسمانات خوش اومدید. مشکل شما چیه؟ من بادی پیلومو گم کردم. بابا آماگاه داداش دیدم این مشکله. آریا داداش آخه بالش داداش چرا انقدر بالش انقدر دوست داری؟ جون ارزشمندتره به خدا به نظرت؟ ببین من خیلی تنها، من فقط اون بالشو داشتم. هر شب مثل سگ گم شد بیرون ببینم. باشه بد شد که سامی برای رئیس چیکار دارید؟ یشی مشتری اول چی پیش رفت؟ لامصب نمیتونم امروز بیاد سر کار کمکم کنه. پوریا زنگ بزنم. پوریا جنگ انداختی. الو پوریا. الو سامی چی کار داری؟ ببین یه چیزی مربوط به کارته، یه 2-3 چیز تغییر کرده. چی شده؟ چی تغییر کرده؟ ببین قرار بود تو و آریا با هم دیگه این کار انجام بدید، ولی اون الان داره بردگی داره به خواسته و علاقه‌مندی خودش داره کارهای دیگه انجام میده توی مزرعه. ببین حالا خلاصه تو تنهایی دیگه اوکی؟ نداشت اوکی نیستم. اولین روزمه، چجوری انصار داری جون یکی رو بدون هیچ تجربه‌ای تنهایی نجات بدم؟ ببین دیگه کارته دیگه. مشکل داری میتونی بری. از صبح تا شب دارم با این دامستقوی پدرشک دارم سلو کله میزنم. رئیسم سرش تو کونم در نمیاره. خسته شدم. انجام بدی این کارو. باشه حالت خوبه؟ اون رئیست خوب مغزتون رو گاهی. سلام به سازمان جلوگیری از خودکشی وسمانتت خوش اومدید. چجوری میتونم کمکتون کنم؟ سلام ببینید من دیروز داشتم تو خیابون میچرخیدم، درسته؟ رفتم میوه فروشی آقا پرنام میگم از اون درامپوره دافریقا بوده 200,000 تومان دونه. اون خوبه. بعد رفتم خونم، دیدم که جی اف هم داره صدای عجیب غریب در میاره. فکر کردم خوشحال شده که من برگشتم خونه، ولی خواستم به هم شرکت کنم. دیدم 2 بی بی سی و بابام با سگم سرفم گفته آجید خیلی گرده بود. حالا بگذاریم، حالا چرا میخوای خودکشی کنی؟ خودکشی چرا؟ برای چی نکنم دیگه؟ چیزی زندگی ندارم که زندگی کنم براشون. لامصب رفت کیفم جنده شد. تو اصل ماجرا رو نمیگیری. چرا تو خودتو بکشی؟ خیلی راحته. چرا اونو نکشی؟ ها؟ میدونم چی؟ حاجی راست میگی. میدونم دیگه خوبی من کالف بدم یه رسم. سامی پیام داده. چی؟ الو سامی. توش چی شده؟ هیچی، این پلیس فهمید باز مرگیگی شد. یعنی چی؟ ببین رئیس نمیتونم ماشینم صدای چی اون؟ رئیس یه موجود سبز رنگ برداشته و پلیس موجود هیچ. ببین الان برای سر تو هم داد. سامی
چطوری نسخن؟ شما مثبتت رابطه داری ها؟ دیگه آخره زندگی رسیده. وجه عجب